درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس افکار و رفتار. چون همیشگی من هستم در خدمت شما مریم دولتова و همکار گرامی من محمود کبیر. امروز یک موضوع صرف طبی رو تا اندازه ما پیشنهاد شما میکنیم، زیرا تن ما مال است که همیشه در خدمت ما است و ما هم باید در خدمتش باشیم. و موضوع صحبت امروزه ما سر انسان است. سر و مشکلاتی که در نتیجه بیماری های سر، سبب های بیماری های سر پیدا می شود و ما قرار دادیم که اطراف این موضوع صحبتی داشته باشیم، زیرا ما در همه موردها انسان تنها با واسطه مغز خود، تفکر خود، همچون رسالت انسانی خودش را اجرا کرده می تواند. و مناسبت ما با سر ما بلکه از عضوهای صدر ما با عضوهای معتبر ما چگونه است؟ چیست سر انسان؟ اگر از نگاه طبی بگیریم یا از نگاه روانی بگیریم، از نگاه منطقی بگیریم، از نگاه ارزش‌های اجتماعی بگیریم، کلمه سر در زبان تاجیکی مثلا معنی های زیادی دارد. و معنی آغاز، کار را سر کردن، کار را سر به سر کردن، یعنی کار را جا به جا کردن. یعنی سر همچون عضو بدن نه تنها مال انسان است، حیوان ها هم سر دارند و همه موجودات زنده سر دارد و در آن یا مغز یا چیزهای به مغز مانند مثلا مخلوقات هستند که شاید مغز سر ندارند در آن شکلی که ما انسان دارد یا حیوانی چهارپای دارد که ما میبینیم، ولی سر دارد. بسیار میگن که از انسان از دیگر مخلوقات با چی فرق با فکر و با سخن و با اجتماعیات؟ من احساس کار که فرقیت انسان از دیگر مخلوقات به سر است. بله. فقط در سر گوییم که فرقیت دارد انسان، چون که ما بعضا میبینیم که جسم های بعضی حیوانات چنان بزرگ و قوی هستند که ولی به مغز سری آنها نگاه میکنیم، به سری آنها یعنی که آن جایی که مغز هست ما سر را گفتن همان درونی او رو در نظر داریم، اونجا بگیم که یک مغز انسان را هم ندارد. بله. برای همین مغز انسان که سر انسان این از دیگر مخلوقات ها فرقش در آن است که گرد است، یعنی که همه وقت گرد این کاملیت را نشان میدهد، یعنی که سری که به نقطه آخرین کمالات خود رسیده است. و البته ما سر گفته بسیار وقت انسان های را میبینیم که با سر دارند ولی یعنی که مندرجه آن سر آنقدر به ما معقول نمیشد. باز این است که باز مندرجه بگیم که سر این باز مغز سر است که در درون گویم استخوان خیلی استخوانی از نیم سانتی متر زیاد هم جا کرده است و در اونجا یک نهایت از یک ماده گویم که عجیب یک چیزی ساخته است که در مغز سر انسان تمام کیهان تجسم یافته است. واقعا چنین است. و سر انسان نه تنها خانه مغز سر است، در همزمان اگر خیلی نگاه کنید یک عضو نظر با عضوهای دیگر نچند اون کلان است، ولی در آن ما چهره را میبینیم که با چهره ما با عالم خود را نشان میدهیم، عالم را قبول میکنیم. در آن چشم است که عالم را میبیند، در آن گوش است که عالم را میشنود، در آن بینی است که نفس میکشد، در آن دهان و دندان ها هستند که برای غذا خوردن و جسم را تامین کردن خدمت میکنند، در آن زبان است که مزه ها رو میفهمد. در یک عضو خرد قریب که تمام بخش های که برای انسان خدمت میکند جایگیر شده است. اصلا انسان خودش یک معجزه بزرگ است و هر قسم انسان رو وقتی که از نگاه طبی باز میکنید به داخلش میدرید، بارها و بارها تن میدهید به معجزه به انتهای شور کیهان. این رو انسان ساخته نمیتواند، تنها خودش میتواند بسازد. ولی ما چگونه مناسبت داریم به همین، به سر خودمان؟
چگونه تا چه اندازه به اون ارزش میدهیم. مثلا بسیار چیزها هست در صحبت وقتی صحبت میزنید در گفتگوها، یگون چیزی که با آدم معقول نشد میگن که درد سر شد هوای برای من، یعنی یک چیز برزیاد، یک چیز نالازم، یا که من همه کار سر به سر کرده نتوانستم، یعنی اون رو جا به جا کرده نتوانستم، سر حسابش رو نیفتم. با کلمه سر حساب، سری حساب، در همه مورد کلمه سر استفاده کرده می شود و به معنای خیلی جدی، ولی همزمان تو چه اندازه ما خودمون این سر رو قبول داریم، تو چه اندازه ما با او احتیاطکارانه مناسبت میکنیم. مثلا وقتی کودکان بازی میکنن بارها می شود که آنها میافتن و سرشون به اینجا و آنجا دک میخورد، ولی نه همیشه کلان سالان این رو حتی حس میکنند، زیرا سر یک خصوصیت دیگر هم دارد از نگاه طبی. درد آن درد شدیدی به قول روسی آستر نیست، درد داغ ندارد. وقتی سر میزند اگر نه کفد خون نشورد دردش درد مزمن است، درد کند است و آدم نمیتواند حتی صرفه هم نرود که سرش درد کرد، خصوصا کودک. زیرا سر چنانکه که میبینیم در جسم انسان در جای بالا است، به هنگام افتیدن از همه پیشتر سر میتواند بین اونجا دکه خورد و ضرب بیند. یعنی با وجود اینکه همه چیزی قیمت رو در داخل سر جا کرده ایم، ولی نه همیشه ما میتوانیم اون رو احتیاط کنیم. درست چنین است. البته تصور کنید که یک عضو را انسان چقدر احتیاط میکند، مثلا نگاه و بین دل، نگاه و بین میان، نگاه و بین ناخن ها، نگاه و بین دندان ها، همه این یک اینکه اتیکه و یک آداب خود را دارد. و از آن جمله البته سر هم که پیش از اون که ما بدانیم که اگر انسان با بازو، با دویدن، با گویم که خورد و خوراک، با دیگر کارهای دیگری که مثلا جسمی کند یا که مثلا کارهایی که از جسم میآیند نمیتواند که مثلا بعضی دیگر حیوانها را گذرد، ولی وقتی که سر رو استفاده میبرد اون وقت میتواند که از چشم تیزبین عقاب هم گویم که چخورتر و دورتر و گویم که بزرگتر بیند، یا اینکه از گویم که قویگی گویم که فیل هم قوتش مثلا قوتش زیادتر استفاده برد، از ماهی های قعر بحر هم چخورتر و پایانتر رود، از پرواز گویم که بلندترین پرواز کنندگان گویم که پرنده های باز بالاتر پرواز کند. یعنی که همه این البته از سر است و برای این سر رو البته نگاه و بین و یک آداب و یک فرهنگ خود را دارد که البته غذایی گویم که مغز سر این البته اطلاعات است. ما باید بدانیم که اگر خواهیم که معاینه سر ما دائم سیر باشد، ما را کمک کند، باید ما اطلاعات های لازمی زمانوی به او بدهیم. ما بخواهیم که دائم گویم که خواهش زندگی داشته باشیم، ما باید احساس های مثبت به این سر بدهیم که ما توانیم که حالت و موارد های بیابیم که احساس خودمان را بیدار کنیم و با کسانی بشینیم و شستوخیز کنیم و هم صحبت شویم که آنها برای ما یک دوست هستند، یک احساسات مثبت بیدار میکنند. ما برای بدانیم که این معاینه سر رو ما باید مشق بدهیم. مشق دادن معاینه سر هم خاطره او رو مشق دادن، هم گوییم که خیال او رو، هم گوییم که تفکر و فکرانی و هم گوییم که احساسات و هم گوییم که اراده و همه اینها مشق خود را دارند، یک تمرین خود را دارند. و من یک نماینده یک خلق جهانی را دیدم که مثلا در تاجیکستان کار میکرد، ولی معاینه سری او در حجم از معاینه سری گوییم که بعضی مردم ما در جای ما خیلی خردتر بود، ولی اون در همه سمت ها پیشرفت داشت، هم گوییم که در درآمد و هم در کار کردن و هم در سطح زندگی. و وقتی که من بهترین عالمان ساحه آنتروپولوژی یا که ساحه مثلا انسان شناسی و گوییم که ارخئولوژی باید سوالی دادم که چرا چون این مغز خیلی اگر گوییم از روی معیاری بگیریم نسبت به مغزهای ما مغز خرد است و آن رو میکروسفالی هم میگویند، ولی چرا اون مغز پیشرفته است؟ سوالی دادم از روی گوییم که
معیارهای قبول کرده ولی ما باید به چنین مغز زندگیش خیلی مشکل باشد. گفتن که من بعضی چیزها هست مثلا مغز سری ملت ما را بینید که گردتر هست، مثلا مغز سری اروپایی ها کاسخانه‌اش دراز روی هست، تخمبرین هست، در زبان دراز سر یا که بادرینگ سر هم میگن در زبان مردم ما. ولی اون مغز بینید وقتی که پشت سر اندک برآمده هست این شنود بزرگی خیالات، تخیل انسان است، تصور انسان است. از مغز مردم ما پیشتر مثلا مسئله پیشانه یا که برهای سر کمتر برجسته هستند، مثلا برهای سر برجسته باشن این جسمیت انسان نشان میده. پیشانه جای عقل است. ولی وقتی که در این سوال من جواب نفتن، من گفتم سبب اون که مغز مشق کرده است یا که به زبان چی گیریم ترینرها و نیمازگ برای همین معنی رو مشق دادن نکر. در برابر این که مثلا یکی از اقدام های پرزیدنت کشور شاهمات را وارد ساختن در مکتب های میگویم که میانه. اگر تصور کنید شاهمات بازی منطق را، پیش دیدن را، دو سه پروسس روش پیش فهمیدن یعنی که میدهد. این بسیار عجیب است. واقعا این درک خیلی بلند است. برای همین در این مسئله که مشق دادن معنی سر در برابری که ما در پیش هر یک حاضر خانه در تاجیکستان عزیز در شهر دوشنبه بسیار جاهای مثلا میدانچه های ورزشی میبینیم. این خیلی خوب است. هر روز میره چنان کودکی بسیار مشق میکنن، فوتبال دو پراپر می جسم خود انکشاف میکنن. کودک‌ها بند شدن به این چیزها، بچه های نورز بند شدن، آنها میدونن کجا را. تصور کنید که در برابر این هر یک محله یک خانه باشد که در آن کتابخانه باشد، مرکز اینترنتی بدون بازی‌های اینترنتی، مرکز آموزشی باشد که اونجا متخصص بشینند و هر کسی که سوالی در چیز از دارد اون رو نشان دهد که خیلی به سوال جواب میابی و اینستیتوت زبانی ما تمام سایت های اینترنتی رو ترجمه کند. بله، بهترین آرزو. من گمان میکنم که اینو عملی کردن آرزوی شما کار مشکلی نیست و شاید بعد چند سال این چیز برای ما یک چیز مقرری شود. و امروز میخواستم در دوام این صحبت یک چیز دیگر هم گویم که سبب‌های درد سر، وقتی که ما سر میگیم همیشه گفتیم که موضوع به طب نزدیکتر است. دردهای سر از چی سر میزنند؟ زیرا سر خودش یک استخوان است. استخوان نظر به دیگر جسم ها نقطه های عصب کمتر دارد و درد نکند، دل درد میکند و یکی از معمول ترین دردها درد سر است. چرا انسان با درد سر گرفتار می شود؟ و امروز وقتی که جستجو میکنیم ببینیم که درد سر به تنهایی از خود مغز عبارت نیست. تمام جسم برای سر کار میکند و در کجای اگر اختلال پیدا شد سر به آن انگیزه میدهد، سر درد میکند. زیرا اگر که جسم ما طرز کار کند که کسلرود در داخل آن به قدر کافی نباشد، اگر انسان درست نفس کشیدن نتواند یا که ارگانیسمش در حالتی باشد که کسلرود تو مغز نرسد، سر می شود گرسنگی مغز و درد سر. مثلا اگر در یک خانه در تریزش پوشیده بسیار شنید آدم گرنگ می شود، هنوز درد سر نیست ولی یک خستگی سر هست و بعدا در چنین حالت یک شدن در تریزه یک بیرون برآمدن از هوای تازه نفس کشیدن که جسم رو از کسلرود سر میکند، خون کسلرود رو میبرد به معده و انسان از درد سر در آن حالت میتواند خلاص شود. و حالت های خیلی دیگر هم هستند. مثلا اگر مشکل گردن باشد میتواند همین حالت گرفتار شود. خستگی، مثلا خستگی شدت سختی کار مثلا معده یک مدت معین میتواند کار کند. اگر شما یک دست رو دور دراز با یک دستتون کار کنید اون دست خسته میشه. تصور کنید که معده وقتی با این شدت کار میکند خسته میشد و برای او راحت لازم است. و یکی از سبب‌های دیگری درد سر این بیخوابی است. بیخوابی نه تنها در اون شکل بیخوابی که ما میگیم که اصلا آدم خواب نبرد، در یک ساعت معین خوب رفتن خیستن باعث آن میشود که معده به قدر در کار دم بگیرد. امروز متخصصان معین کردن که معده همگی 2 ساعت دم میگیرد در یک شبانه روز. اگر همان حالت انسان خوابیده باشد معده‌اش راحت میکند و در دوام روز شاید دیگر ما به درد سر دچار نشویم. این از ساعت 10 تا ساعت 12 شب است.
و اگر به خاطر بیاریم مثلا مردم که در طبیعت در دهقان ها در چوپان ها در دهات زندگی میکنن اونها خیست بگاه سر دسترخوان میخیزن یکون کاری اندکی دیگر داشته باشن خوب میرون و از روی ساعت طبیعت خوب میرون و تخمینا همین از ساعت 10 تا ساعت 12 علاقه اونها در حالت خوب هستن و از این جهت و سلامتی نظر با آدمان شهر که ریجه خوب رو همیشه ویران میکنن گاهی با تماشای تلویزیون مشغولن گاهی با دیدن اینترنت مشغولن گاهی با خواندن کتاب مشغولن ولی معیار خواب شبانه رو ویران میکنن آدمی که از ساعت 10 تا ساعت 12 خواب میرود میتواند در با 4-5 ساعت خوابیدن از خواب سیر شود ولی آدمی که این دوره رو میگذراند میتواند بعد ساعت 12 خوابش برد میتواند تا 8 ساعت خواب رود ولی میتواند بیدار شود با لکاتی خستگی با یک حالتی که از خواب سیر نشده است زیرا معاینه دم نگرفته است همون عضو خیلی معتبر ما که برای تمام جسم ما رسالت دار است وظیفه دار است خدمت میکند ما با او دم ندادیم و در نتیجه انسان میتواند به یگان بدون یگان بیماری باعثی آن باشد شود که تمام روز به درد سر گرفتار شود و اگر ریجه دایم همین خیلی ویران نشده باشد این درد سر میتواند درد مزمن دائمی هم باشد قریب 2 سالی که برنامه های ما میروند خیلی سطح بلند دکتری پیدا کردید و تفکر دکتری را خیلی خوب گفتید در حقیقت یکی از مشکل ترین علامت های بیماری که از روبرو میشد آدم عصری 21 البته دردسر است و زیاده است که 250 نمودی سردرد است و هرچی خیلی قید کرده در حقیقت سبب های سردرد گوناگون هستند از آن که شدت میگیرد و حالات های گوناگونی زندگی میرسد با شکل مشخص گوییم به دردسر میتواند بیارد مسئله های جسمی میتوانند که مثلا حتی یک بیماری های چشم میتوان در نتیجه شدتناک نگاه کردن هر زمان شدت کردن و بیماری های مثلا سردرد بیارد میتواند بیماری های بینی بیارن گویم سر کرده از فرانتیته که میگوین بعضا آن را سوراخ میکنن تا گیمریت و گویم که آن راه های نفسی که گیمرانی پزوخه میگوین و میتواند آنها بیار میتواند گلو میتواند که بیماری های گوش بیارن و سردرد پیوسته میتواند گردن در نتیجه استخوان‌راز گردن میتواند بیارد میتواند در نتیجه گویم که پرابلم های گویم که گوناگونی بیماری های عضوهای درونه میتواند تصور کنید در یک گرده اگر بیمار باشد در حالت فیلتر تازه نکردن خون سبب نادرست شدن مثلا نادرست پوره تازه نکردن خون میشد و این سبب اون میشود که زهرهای اون میتوانند در عصب آسیب رسانند یا که بیماری های روده ها میتوانند در نتیجه زهرهای مثلا غذایی را یا خودی زپار یعنی که سخت شوی شکم میتواند که به این بیماری مثلا آورده رساند و البته سبب هایش میتوانند سبب های احساسی باشند هر زمان ترس و هراس و غضب و مثلا مشکلات های دیگر احساسی داشتن میتواند بیارد میتواند فکر میتواند انسان رو فکر زیاد کردن سبب اون شاید که شدتناکی پیشانه پیدا شود میتواند سبب های البته ویران کردن آداب باشد فرهنگ باشد که در نتیجه مثلا وجدان او بیدار شد رو ملامت کند خود بهادی و دیگر شد میتواند سبب های اجتماعی داشته باشد نارسایی مثلا در زندگی در جای کار مثلا شدتناک و ناراحت بودن و میتواند طبیعی باشد از حساب خاراکترش از حساب خلقش اطوارش که هر زمان سبب ناراحتی های اطرافیان شد و به او فشار بیارن یک طبیعت نارام و میتونه سبب های تقدیری داشته باشد که در گین او همچنین بیماری درد شده باشد و اساسا به سردرد کسانی گرفتار میشن که به معاینه سر و کار دارن با معاینه زندگی میکنن با فکر خود با اندیشه با گویم که صنعت خود با فرهنگ خود روزگار خود رو پیش میبرند بله واقعا چنین است یکی از سبب‌های مثلا از نگاه پسیکوسوماتیکا یکی از سبب‌های دردسر نفرت است انسانی که با کسی نفرت دارد همزمان با دردسر گرفتار می شود همزمان با درد چشم وقتی که ما نفرت میگیم چشم دیدن ندارم کسی رو اون آدم از نظر ما گم نمی شود
ولی ما قابلیت دیدن رو از دست میدهیم و تحت شعور شوخی رو نمیداند و چیزها رو جزئی قبول نمیکند. تحت شعور همون چی خیلی هست همون خیلی قبول میکند. وقتی که میگید که چشم دیدن ندارم، همون چشم از بین میرود و شما نه تنها او رو نمیبینید، کسی رو که دوست نمیدارید، همه چیزهای دیگر رو انسان میتواند نبیند. و مثلا در حالت گوش هم وقتی که درد گوش سر میشد، میتواند سببش هم باشد که حالتهایی است که صداهایی است که شما شنیدن نمیخواهید و اینجا و در نتیجه گوش محکم میشد. در علم پسیکوسوماتیک اصولهای طبابت این رو هم هست و انسان باید در چنین حالتها خودش رو بشناسد. اگر شما کسی رو دوست نمیدارید، شما میتوانید از عالم او بروید. شما با خودتان حق بدهید که با او نباشید. اگر نسبت بنیاد کردن قدر مشکل است، شرط نیست که ما خودمون رو به درد سر، به درد چشم، به درد گوش گرفتار کنیم. اگر صدای برای شما نافارم است، شما به صاحب اون صدا بگویید و طرز بگویید که او آدم رو نرنجانید. اگر از نزدیکان شماست، اگر از دوستان شماست، اگر از یک چیز دیگر، مثلا صدا، مثلا موسیقی هایی که دسیبلشون از برداشت معینه بلندتر هستند، میتواند باعث درد سخت سر شوند و آدمانی هستند که به این اندازه عادت میکنن و خودشون حس نمیکنن که صدای موسیقی خیلی بلند است. و درد سر یک خطر دیگه هم دارد که اون رو من پیشتر گفتم که از بس که دردش در شکل داغ نیست، کند است، آدم در حال حس نمیکند. مثلا اگر دست انسان به آتش رسد، در حال درد رو حس میکنید و همزمان دست رو میکشید و آدمی که اندک احساساتی است، او فریاد هم میکند، دستم سوخت میگوید، دستم برید میگوید، یک جای خون میریزد، اشاره میکند که مثلا اگر درد سخت است، اگر در گرم و گرمی خود خون آگاه میکند که اینجا زخم است. ولی درد سر از دیگر دردها با اون فرق میکند که با کندیش ما بعضا با اون اهمیت نمیدهیم. اگر درد اندک سر شد، سر شما با شما میگوید حالت رو دیگر کن، مناسبت رو دیگر کن، وضعیت رو دیگر کن که من خسته شدم. و در خاطر ما باید نگاه داریم مثلا جسم ما با درد به سر سیگنال ها صداها میتید و باعث درد سر میشود. درد سر هم وقتی خسته میشود جسم رو از بین میبرد. درد سر خسته جسم رو تنظیم کرده نمیتواند. مثلا ما اگر فشار بلندی یا فشار پستی رو بگیریم، قسم های گوناگونی سر درد میکنند. در چنین حالت هنگام فشار بلندی پشت سر درد میکند، گردن میکشد و آدمانی که به این درد گرفتارن با اولین نشانه ها حس میکنن که فشارشان بلند شد. هنگام پستی فشار آدم خسته میشد، ولی اون درد سختی که در فشار بلندی است در اینجا نیست. این درد نظر به درد فشار بلندی کندتر است، ولی درد هست. ولی اکثر حالات مردم هنگامی که سرشون درد میکند با اون به قدر کافی توجه نمیکنند. حالا که در حالتی است که خصوصا در مثال پیشتر گفتم که اگر مثلا آدم سرش رو در جای سخت زد، ما میدونیم که تکان خوردن معینه نشانه های دارد، ولی اگر آدم نشانه ها رو نداند و سر وقت به دکتر مراجعت نکند، درد سر رو اندک قبول کند، آدم میتواند به هلاکت برسد. و این گونه مثال ها هم در زندگی هستند که آدم از جای افتاد، از جایش خیست، گفت که نه من صحت هستم، دست پایم نشکسته است، از سرم اندک لط خورد و بعد چند ساعت این آدم وفات میکند. چرا؟ زیرا من لط خورد، دردش درد کند بود، این آدم با اون اهمیت نداد و میتواند باعث خونریزی داخل مغز سر شود و انسان از بین رود. یعنی درد سر معینه، درد سر هرچند کند است، هرچند ما رو نه همیشه گوی سخت عذاب میدهد، ولی این معنی آن ندارد که ما نسبت درد سر خودمون بی اهمیت باشیم. اگر سر شما درد میکند پس سببی دارد، توجه کنید، از پی معالجهش باشید و سببش رو برای خودتون در سبب‌های ظاهری رو خیلی خوب پیدا کرده میتونید. از صحبت نامطلوب آدم زود خسته میشد و درد سر پیدا میکند. بخیزید از اون صحبت بیرون روید، با مغزتون دم بدهید. چنین است. البته حالا خوش خبر است به مردم شریف تاجیکستان که خیلی قسم زیادی علامتی بیماری گویم که سردرد که اون رو به زبان اصطلاح طبی تفلگی هم میگوین، قسم زیادی آنها طبابت شونده است. البته با کلید علم و گویم که زیرکی و کاری گویم با مشقت طبیبان
و برای همین خیلی شما قید کردید دردسر میتواند که کهنکی شد درد از بین رود. انسان نسبت به آن درد که داروهای خودش حاصل میکند آن رو دیگر حس نمیکند. این بسیار وقت با کسانی که به بیماری فشار بلندی گرفتارند چون نصیبانی فشار آنها بلند میشد ولی دردسر رو حس نمیکنند. وقتی که آنها رو طبابت میگیرند و دردسر آنها پیدا میشد آنها از دکتر حتی با خفه میشن که ما دردسر نداشتیم و نمیفهمند که این حسیات بیدار شد. یعنی که حسیات های کند شده، حسیات های کهنه شده یعنی که باز برقرار گشتن. برای اولین چیزی که هم برای بینندگان گرامی هم برای متخصصان که در این ساحه کار میکنند این یافتن سبب سردرد است. البته آن رو یافتن در کار که اساسا چی سردرد میکنند و آن رو با امکانات هایی که طبی حاضر زمان دارد برطرف باید کرد. مثلا بیماری های اساسی را تابعیت کرد چون که سردرد این ظهورات بیماری های دیگر است. خود بیماری سردرد تنها و تازه خیلی کم دیده میشد و هست البته بیماری تازه همچون ما اون رو گیم سیفالگیه که جداگانه فقط سردرد میکند بدون یگان سبب های دیگری چه جسمی چه احساسی و در این حالت هم در نتیجه درست تبابت کردن البته موفق شدن ممکن است که اون را از بین بره. دویم سبب این البته بی درد کناندن است و درد را گویم که برطرف کردن است که اگر سببش پیدا شد اون که تبابت شد اکنون سردرد بعد خیلی وقت میماند اگر هرچند سببش هم رود. برای این باز جداگانه آن علامت های بیماری سردرد رو تنگشوی مثلا رگ‌ها رو کشش خوردن زیادی موشک ها رو اینکه شدتناک بودن این یا اون عضوها رو چی مغز سر چی چشم چی عضوهای شنوایی و دیگر همه این یک چند وقتی معینه طلب میکنند. طرف دیگر البته وقتی که سببش برطرف شد علامت های سردرد از بین رفتن این البته یک گیگینه‌ای نگهداری نگاهبین سر را رعایت کردن است که ما میدونیم این در گیگینه بهداشت داخل می شود. البته درست کردن رژه کاری خود حالت کار و حالت دمگیری مثلا امکانات دادن معاینه سر رو برای خواب نقص رفتن یا که عموما یک پیشگیری بیماری های سر مثلا آن را شدتناک نکردن از چیزهای زهرآلود شونده نگاه داشتن مثلا از آن جمله مشروبات های اسپریتی و تماکو کشی و مثلا چیزهای دیگری که میتوانند زهرآلود کنند معده را و در این حالت مشق‌های روانی را کردن است که با واسطه مشق‌های روانی 80-90% بیماری‌های سردرد به طبابتی مثلا دکتری میتوان که با واسطه مشق‌های روانی سردرد را برطرف کرد و البته در حالت‌های از حد زیاد شدتناک شدنش چون که شاید شرایطی باشد استعمال داروهای به درد کننده است که میتوانند که حالت انسان را درست‌تر کنند ولی البته آن رو از معیار از حد نگذراندن است و البته کسی که در اصل 21 از بداند که سردرد یکی از گویم که ردیف‌های منفی انسان در حیات او است چون که اطلاعات زیاد معاینه سر بسیار گویم که کار و فعالیت میکند و اتیکه و آداب فرهنگی مخصوص برای نگاه و بین معاینه سر داشتن خیلی عین مدعاست که ما میتوانیم آن را به مردم شریف تاجیکستان آموزانیم و از این علمی به کنار بهره مند شوند. واقعا چنین است و هر یک درد آسان‌تر می شود اگر ما اصول‌های پیشگیریش را دانیم. مثلا یکی از سبب‌های دردسر هنگامی که معاینه به شدت کار میکند این نرسیدن مایع است در جسم است و در مردم ما یک عبارت است میگن چای کبود دارو دردسر است. واقعا این گپ درست است و اگر آدم به خاطر درکاری آب یا چای بنوشد دردسر میتواند عموما به وجود نآید. آدم میتواند هر سر چند وقت خودش اولا با یک کار دور دراز مشغول شدن خودش تمام جسم رو خسته میکند. هر یک کار باید در دوام 2 ساعت آدم با اون مشغول شد برای خودش 10-15 دقیقه با کار دیگری مشغول باید باشد.
یعنی طرز فعالیتش رو دیگر کند. مثلا سر کامپیوتر شما 2 ساعت نشستید، بعد 2 ساعت بعد از جاتون بخیزید، اقلا 2-3 دقیقه برای جسم خودتون امکان بدید که حالتش رو دیگر کند. و نوشیدن یک پیاله چای، بعضی قهوه رو دوست می‌دارن، بعضی چای رو دوست می‌دارن، و حتی خود آب نظر به همه مایع‌های دیگر به خطرترین و منفعتناکترین است. زیرا تاثیر دیگر ندارد. در ترکیبش همه چیزهای در کره هست، خصوصا که آب‌های تاجیکستان آب‌های خیلی شیرین و غنی هستند و نوشیدن آب میتواند پیشگیری کند همه گونه دردهای سر رو که از شدتناکی از و خستگی جسم به وجود می آید. و چیز دیگری که ما گفتیم هوای تازه. فراموش نکنید که وقتی که در یک جای در مکان دربسته دور دراز میشینید، خانه ها آنجا کسلرود کم می شود، هوای خانه از کربنات بویتر می شود. کشیدن در تریزه ها، بیرون بر آمدن، اگر کسی حولی دارد در روی حولی، اگر کسی حولی ندارد با کشیدن در رو تریزه از بیرون هوای دیگری می درآید. یعنی اصول های عادی هم هستند که ما می توانیم کار رو به درد سر نرسانیم، یعنی به قدر سر برسیم. انتظار نشویم که او با درد خودش به ما فریاد بکشد، زیرا اگر که ما سر نداریم، اگر ما به جای سر درد سر داریم خیلی مشکل داریم. زیرا تمام فعالیت دیگر زندگی ما بدون فعالیت خوب مغز سر، بدون فعالیت چشم ما، بدون فعالیت گوش ما، بدون فعالیت دندان های ما و دماغ ما صورت نمیگیرند. سر در یک گنبد خردکک تمام اقتدار انسانی جای گرفته است، از آنجا هم تنظیم می شود و هم غذا می گیرد. ما نفس می کشیم و جسم ما هوا می گیرد. ما غذا می خوریم، آب می نوشیم و جسم ما نیرو می گیرد. ما می بینیم و جسم ما اطلاعات را از خود می کند. ما می شنویم و دانش ها را از خود می کنیم. یعنی تمام چیزی که ما از عالم می گیریم توسط سر می گیریم. و خودمون رو هم چنانه که در آغاز صحبت گفتم، چهره ما با عالمیان ما رو می نماید توسط سر. در چهره ما تمام احساسات ما افاده می شود. خورنجش باشد، خوشحالی باشد، خنده ما، بله خنده ما، گریه ما، همه چیز توسط چهره ما است. از این رو ما باید به قدر سر خودمون برسیم، اون رو همیشه حفظ کنیم و معاینه خودمون رو، جسم خودمون رو همیشه در توجه با اون باشیم که سالم باشد. و اصول های عادی ترینی که من گفتم، یک ذره هوای تازه، آب تازه، دیگر کردن حالت جسم، و با این اصول های خیلی عادی ما می توانیم به خودمون خیلی تحفه قیمت بهای هدیه کنیم، سلامتی را. هر سال یک ماه رفته در آسایشگاه های تاجیکستان دم گرفتن. این چیزی خوب رو گفتید، زیرا جسم انسان منظم است به حالت معینی و خودش ساعت استراحتش رو میداند. وقتی شما خسته شدید هیچ چیز رو دیگر به نظر نگیرید. اگر یک ماه نمیتوانید بگذار، یک هفته باشد. اگر به آسایشگاه رفتن نمیتوانید، به دهه‌تان بروید، منظره ها رو دیگر کنید، به جای‌های بروید که زیبا هستند، به جای‌های بروید که اونجا محبت هستند. مثلا زادگاه چی دارد؟ زادگاه اگر پدر و مادر باشن خوب، اگر پدر و مادر هم نباشن خانه پدری هست. زمان غمی کودکی رو به خاطر می آورید و خیلی خیلی نیروی تازه میگیرید و سر شما واقعا از مشکلاتی که تا امروز تا در دوره کار فعالیتتان دارید خیلی دم میگیرد و شما سلامتی خودتان رو حفظ میکنید. خیلی گفتیم کوشش کنید که درست زندگی کنید تا درد سر نبینید. واقعا درد سر شما بگذار فقط در امی صحبت های ما باشد. در روزگار خودتان رو از دردهای سر امین دارید، زیرا این کاری است که از دست شما می آید. شما می توانید. در اینجا برنامه ما به انجام می رسد. تا صحبت آینده خود را از درد سر حفظ کنید و کوشش کنید که سرتان هرگز درد نکند. تا صحبت آینده در برنامه احساس، افکار و رفتار در تلویزیون سفینه.